بابو جان بابو چی میگی بابو؟ با تیپ میزنیم بابو فریاد هستن چی کار میکنم؟ تیپ میزنیم با رو خرم دست نکشم بابو جو که من تیپ میزنم میگم بله من برای 10 دقیقه میرم برو بوم خب بفهمیدی؟ خب با برات من نایی چرا بابو خب میرم من هفته میشم 5 دقیقه کنم که من که گرم ببینی خونه خوش شد من خونی کی خب میام با پیش شما بشینم نه ما که بیای بانی نیام بابو من میام بابو نه یا دیگه بابو نه یا دیگه دارم بابا بگم تو نیو چرا نیو نه دارم من تا نرو تو سوا بگو یکی دیگر بیگر داره این ببو به خودی یکی هست این دیگر بیگر داره به سر پیری و عرکه گیری چی بنا برده ببو جو پاتو به لب گر رسیده تو دیگر بیگر داری تو به خدای تو یعنی دهنم من پیرمردا قدیم Anne چیه نه
چیه نه؟ هیچی نه هیچی تو سیکو توی ماما نوروز سیکو بوله بون بیلا این بیبی من اینجا استاد خودی هم دیگه بیگه اشاره بزی داره با هم میگم بیبی چی گفه؟ هیچی نه آدم پیرمرد خجالت نمیکشه مغزه بایی بیبی مرسه که تو سر بده هنوز یک درس را تو میام تو آدم کلون خجالت نمیکشی تو سر بده هنو بیا ببو چه کاره؟ آخه چرا به سایه این به افتر بشینی؟ ابو تو نفته که تو نه یک من بیام که تانکر سیکو که او دار که روی خوبی شروع یا نه؟ بگو ریش ما که شوشته پاک فکر یه بار شما رو خوبه پیدا نشوشی برو دیگه برو کار خورو بگه ببین جو من بیام از سه کنم به زمین جای نخوردی اما بیام که تانکر سیکو او دار که روی خوبی شروع با تو خس کده و خسی بیام ایدی برد نه ببین خب بیام آدم از شما گناهکاری خبری گرفتم من مسیقه چیکار نادونه که من بفتکم به سر ازو دیوار که شما بالاش نمیخت تحصرام سایه برام میشه شما شده سعی میکنی تحصرام تا بعده من کی تحصرام نمیتونم تو مد بستکنی بگو سر دیوار بیدین کی سعی میکنی من میتونم سر دیوار سعی کنم که سعی کنم که بگو خب کی سعی میکنی ولی بگی هیچ کی سعی نمیکنه کی سعی میکنم بشینی بس که بگو دست تو که میدونم تنگش بزنم با که من هر جو تو کتم آزایی بس من 5 دقیقه من نمیذارم امی هفته بشینم برو دیگه برو بگو برو پی برو نه استکو پیش ما نمو که بستکی بیبی چی میگی؟ بگو به والیبال چی ماستن بیبی؟ هیچی نه میتونی اشته چی نه نمیته تنور رو نگاه میکردم نه شما به تنور میفهمی بیبی؟ نه اینجا میتونی چرا؟ پس این چه قد بلندک میکرد اشاره بود دستا خورد تکون میدادن نه سعی میکردم که تنور واسه بارش که دیگه نه گفتم اول تنور بلندتر گپ زنی کمه میگم نه گفتم البته تنور تر شده سعی میکردم تنور رو نگاه میکردم من کی خط بلندک وای بیبی فکر میکنی من نمیفهمم آخه من اولش 10 سال سندم تا به صف 9 مکتب خوندم فکر میکنی من نمیفهمم نه تو اشتباه فکر کردی نیه تلفا ما دانک از این در والیبال ماستون بیایم که دیدم که شما دست پرنک بکنن نه هیچ گپی نیه دانک که شما بیادیم گفتون چی نه گفتین چی دانک بیاد دیدم که من روز دست میکنید دستا خیت میکنه بالمر که باید اکثر خود پایین نکنه آدم کلونه آخه بی برای شما بعده با خدا برای شما بعده شما آدم نه تو غلط فکر کردی نیه زن پیرزاد کارا تنور رو نگاه میکرد اشته تنور رو نگاه میکنه تنور اشاره میکردین شما نگاه من مثل خود نافهم من نمیفهم مثل که الان تو بیا بگو بزی دیگه تو سر بدانم درس رو نوروز میمونه اقعد تکنون خود نمیشرمه آدم کلون ریش سفید شده الان به تو چی بگم نه جو پس تو به طرف کی دست شما به طرف کی دست میزدین همین میته من به طرف تنور دست میزدم من به وضو بر نمیزدم تو چرا نمیفهمی نه جو اول شما گونگه که به طرف تنوری تمیکن این تنور یعنی چی نه ایتا میکردم گفتم سکنم بیبی من گپ ندیم من از این کارا فکر کنم نمیفهمم حالا من میرم درسمو نوروز به مو نواسه و کجیر میگم کی آدم که اون اثر والیبال پایین کنم اما از خجالت نمیکشه به طرف شما میاد دیگه روزا شما والیبال میره اشتباه دیدی نه هیچ گپی اشتباه که ما دیگه خبر تو خیلی گپ میزنی نه جو بخی دیگه وقت ما والیبال که میره خیلی طول میکشه بیبی که ما والیبال بخی ساق ما درس رو ایتا گپ میزنی ای بابا سر گپ میزنه به من بچه نادون بیاماده
سلام. سلام. خیلی خوبی خیلی بخیری. عباس بخیری سلام. شکر زنده باشی. خیریت می. خیرات که دیگه نه صفحه گرفته. یارم که پیش کن. کی جو؟ بگو. همین ببو تو. آه. همین تی اکثر با اون بالی بون خوب بالا میشه اون کنجک. خودی بیبیمه. دیکک پیکک میکنه کار خوب نیه. بعد بگو آخه آدم پیری گپا چی؟ فکر عباس جو. اونام دل دارم اونام یاد این از جوانی های ناماده. خب ما چه کار کنم که یادم جوانی میاد خودی بیبیمه دیکک پیکک کنه. خود چه کار کنه خودی دختر جوانی هم که دیکک پیکک کرده این نمیکنه. دفعه آخر باشه نه اونا گناه دارن دل به دنیا دارن. دل به دنیا دارم برم به طرف دیگه پیرزالایی کارا کنم به طرف بیبی ما گفتم دفعه آخر تو باشه بکش ببو خود بفهم خوبه خوبه برو. همین دفعه ما گفتم بگو دفعه دیگه نمیگم من میرم میخوام دار بخو میگیرم که دیگه کار. بعد آخر که آدم پیرمرد یا خودی پیرزال یعنی چی آدم پای ولب گور رسیدی تو کارا میکنه خیر عباس جو خیر همین. های دفعه آخر تو باش بری بگو خداحافظ. خداحافظ برو بخیر. بدیدی من بودم بفهمیدم که گربه برو بوم بودی یک گفتی هست. تو خدا ریزی شیطو میگم این تو با کار بهم شکم خوب بزه هده هست از این بیبی پیرزالمه تو سعی که دیشته کارا میکنه ببجو امال عباس بیامده بود به در سرا. خب چی میگو؟ میگفته اگر ببو تو میای به رو بوم خودی بیبی دیکک و پیکک دارم. ابی کارا خوبیه که شما میکنی. چیکار کردم؟ ابی عباس امال به در سرامون اعصابی ابی خراب به امری کماس بزنه به تگوش می کمی ببو تو میای به رو بوم خودی بیبی به دیکک و پیکک داره. شما با بوم چی مای بابا خودی رو میریم ببو دیکک و پیکک میکنیم بعده. هم تو بیامدی رو بوم بدی که ما پا تانکر بدیم که ما سعی کردم که او داره تانکر که ما روی خوبشون یا نه با تو کی ما بدی که ما دیکک پیکک کرده باشم. بابو شما به پیر خونه میشونی از دوشا نمیشونی میریم نه تسلا نمیشونی میریم رو بوم از تانکر رو خود میشونی چه باید به تانکر رو خود میشونی بدیدو بعد بابو پا شما به لب گل رسیده. خطم میرسه به دیوار که ما سعی کنم تا این همسایه معلوم میشه. ببین ما شما بدیدون که شما بالا شده بودیم برو همون خشتا همیته میپریدیم و دیکک پیکک کشه بعد ببین شرم کنی. سعی کن که چی میگم من برو بوم که بالا شدم بید کفتر را دیدم با معوه یاد نجوهنی هم آمد که تو سعی بسته بومه به قشته بیدیم برفته بیدیم به گوشی تانکر بالا میشدی. خب من هم کفتر را سعی میکردم از این گوشه ببین بوم بابو کردونی شما بابو گوشه کفته را بیاد شما ما تو دیگه سردل داری ببینم ببین بعده تو دیگه سردل داری ببین عیا کنی پاش ما بلب گل رسیده امرو شما میمونیم میریم برد کن خوب بخی برو ببین من دیگه کار ندارم وقتی متعب گوش نمیتونم اصلا من رزی شن خراب نکنی بخی شما که بگم گوش نمیکنی بخی میرو بوده یک زنه شهر مایم برو دیگه تو سعی کتم خیلی اغلزی نمیکشه من کفتر را سعی میکنم حالا بیامده که تو که عباس بیامده که تو خودی بیمی تیکک پیکک داری بی از چی بکر که من تیکک پیکک کنم و دردم چی میخوره به زهرت گل بادام دارم نشب خوابان روز آرام دارم آی نگار خود بدیدم بر لب جو الله گلی از او گرفته میکنه بوی آی گلی از او گرفته بوی نمیده خودم گل میشوم یارم کنه بوی جانم ابو
به کجایی که بشی یک دقیقه ملامت چوب کن. بفرماییم عمل کنیم. سال 12 ما بخون دیگه هیچ کاری نداری. عقل کمان یاد گیرک. میگم گیلک برو وضو خونه سیکو. بده خونه. وضو خونه. چرا چیه؟ وای 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 وای. اینار سیکو پایین و لب گور رسیده نه عاشقی. پا کی به لب گور رسیده؟ همین بی پیرزالمه. میفهمی چه کار کرده؟ نه. همین بعضی وقت ما خونه ششته میبینم بیمه میره بیرو به والی بوم خیلی طول میکشه. من میگم چه کار میکنه با والی بوم؟ اون روز راه گفتم تو سعی کنیم ببینیم با والی بوم چه کار میکنه. انا بیا سعی میکنه با والی بومه به طرف سر مامان نوروز اینا امیت قد بلنده کد ساخره. آره. ای خدا من برای کی میگم تو هم از سر از اونایی دیگه. خب بابا دیونی خدا خود چوب که گپ بخور بگو. بابا آخه بعد هم هم بازی گپ نخندی. جوانم بفهمیدی؟ همین قد بلندک می دستو خمیته میته میکنه. خب ببین چی گفتی ببین بدیدی دیگه مشخص دیدی سیکوتی هم بزی بخواه سیکو چی میگم گپ خدا سیکوتی بخیدی خب بخصا که گپ من خلاص شه پوست طور میکنم بخصا گپ من خلاص شه بفهمیدی؟ هفته با شد بی خب میگم چیه بی میگه ایچی نه نجا بیا دسترا به خونه آمد که من دیدم که مامان روز همیده اشاره میکنم من که ندید سخور پهین کرد نستی عبا صبر کتو صبر کتو این زنا پیر آدم پیر مرد زن پیر زایت گپا چیه؟ تو صبر کن اول دست عرض بکنی نه یک دقیقه چوب کن یک دقیقه چوب کن تو هم اصلا از اونا هیچی کمبود نداری اصلا تو صبر کن خود چی گم شده چیز تو؟ ها؟ این کسی تو باره یه گیلن ایش فقط در کارنسرای به تازه چیزی نگاه دیشته میشه این مامان نوروز روز بعد گفت بعد این بی صدا و دست بی خو گیلک تو چی نمیشته این کاغذ دا واکو تو گردن تو من واکو نه واکو تو بخونه من نمیشتم نمیتونم تو دا اشتاق تو کشته که وردشتی بخون بیلا چی نمیشته سلام خب با نوشته کده دو بیتیه دو بیتی؟ مثل چهار بیتی همه؟ نه شعریه دو بیتی بخون میفهمی چی نوشته کده؟ چی نوشته؟ غروتی مزه داد کاسر ولشتم دیشب به سر سفره به تو شعری نوشتم خب اگر چیریش به من خوب نمیگو دیگه نوشته اگر چیریش به من خوب نمیگو تو خوش دیشتی به خاطر تو نگاه دیشتم این مامان نوروز دا کی؟ من چون دیرازا بود پر رزا بود تو عقلتو نکشیده کمینا چرا بگو عیاد مبره این چیه بوده خب کیسام چاک خیلی داره فقط کاراسرای تازه چیزی میمونه با ای خدا عقل کمال نداری میگفتی کمی برای چیه همین ما چه کار کنم به دست ما گفتم الان با نقصه دکتره گفته برو خوب گلی بگی این باشه موضوع کار دار بفهمیدی برو سکه موضوع خونه برو پیش پیرزار خب برو این زن کنه این تکارای چی بگو مریو بگو شما چه کارای میکنی خالی مامان نوروز من برفتم درس مامان نوروز رفتم گناه دارم میشه بدویی کنی خیره یلا که خوش خواهد کنم یارم برو عقلت هم نمیکشه برو بگم بیمی خود رفت داری بزید کارا یا سر از اونای دیگه در تختی کم داره میگه بخزا جوانم